جارکدن اسرائیل به تندی لسر هبونا ایرانی یا لشکری لسوریه را دواسته و تکزی لسر بردوامبونا کار خوش بود یکدانا هبونا ایرانی لسوریه دکه. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روژا چهارشنبه د داخویانیا که در راگهاند که اسرائیل بهیز و تندی جبوت یکدانا هبونا ایرانی لسوریه را واسته. نتانیاهو سربار کرد که اسرائیل به شیوهی که تند و اشکره شر نیاز ایرانی یا درباره پیشخستنا چکن اتومی بریگاین جدا جدا لپیش رای گشتیا ناف دولتی بکه. نتانیاهو ده همان دمه دا تکزکه که پینگاونا تند جالی حکومت اسرائیلی و ویورن آویتن دا که ریگری لحبونا ایرانیا لشکری لسوریه و جهندن ورا کرن و گوت ام بندوار نامینن. هر دوی درباره دا روژا سهشنبه جی نتانیاهو راگهاند که اسرائیل همو هولن خوابده جبو ریگری لپیش وگر را ریکفتنا اتومی نافبرا ایران و هیز ناف دولتی دا بکه و دیار کرد که او پیمان و ایران که اتومی به سرپرشتیه که ناف دولتی آوا بکه. هر وها سرک وزیر اسرائیل د جوینه که حکومت اسرائیلی دا راگهاند و اسرائیل به اشکره و بهیز لقادا ناف دولتی لدیجی وگر ریکفتنا اتومی کار بکه و امریکا جالی خوا تکزیل سروه یکه کرد و انتونی بلینکن وزیر دروی امریکا جهفشان خوی اسرائیلی را ایلی کوهن راگهاند و ته پیمانن پشنیارکری دوی دمیدا به ایران را تننه. افتکزیج آلی امریکی و هات پشتی که روژا دوشنبه وزیر دروی اسرائیلی راگهاند و اسرائیل کار لسر آواکرنا برای کناف دولتی جبوج نافبرنا پروژه اتومیا لشکری ایرانی و روبروبونا چالاکی لشکری ایرانی لدوره و سرپرشتی آوه چالاکی تروری را لجیهانه بکه. جالی که دن وجی اسرائیل دا آرماش کرنا خالن لشکری ملیس ایرانی لسوریه بردوامه و داوین جار آرماش کرنا اسرائیل جبارگه ملیس ایرانی و حزب الله یا لبنانی را لدردورا بالافرخانه شامه و دا انجام ده. کشتی و بریندار هبون و بالافرخانه شامه چند مجمعران جکار کد.